سلام. هنوز هیچی عوض نشده. من همون مصطفی اولیایی هم فعلا. تو این قسمت میخوایم در مورد فرمتینگ صحبت کنیم. فرمتینگ چیه؟ اول این تصویر رو مثل قسمت قبلی آنالیز بکنیم. سه تا فکر کنم حالا ملوانن دیگه. سه تا ملوانن، مست و پاتیل، خوردن، ظاهر و قیافه و کارهایی که میکنن در خارج از عرفه. کلا با یه استایل و ظاهر به هم ریخته اومدن تو جامعه. و خب قاعدتا وقتی کسی اینا رو ببینه، رفتارشون رو ببینه، کارایی که میکنن رو ببینه، نمیفهمه اینه چشونه. ما که میفهمیم. خب میریم بخش اولی که در موردش توی قسمت فرمتینگ صحبت شده. پرپس آف فرمتینگ. هدف از فرمتینگ چیه؟ چرا ما میخوایم قوانین فرمتینگ رو بدونیم؟ قوانین فرمتینگ یه سری قوانین و راهکارن برای که کدایی که شما مینویسین زیباتر دیده بشن. در مورد ظاهر قضیه میخواد صحبت کنه. چجوری ظاهر خوب برای کداتون داشته باشین که با رعایت قوانینی که تو فصل قبل گفته شده، اون اسامی و فانکشن‌ها و کامنت ها، اصولی که اونجا رعایت میشه، به خوانایی بیشتر کدتون کمک کنه. مثالی هم که خودش آورده تو بخش اول. بذارید من انواع فرمتینگ رو اول بگم. ما دو نوع فرمتینگ داریم: ورتیکال فرمتینگ، هوریزونتال فرمتینگ. خب ورتیکال فرمتینگ همونطور که از اسمش معلومه کد رو از بالا به پایین بررسی میکنه از لحاظ ظاهر. هوریزونتال خط به خط از چپ به راست بررسی میکنه کد رو. همشون از لحاظ ظاهری هن. حالا ما تو این قسمت ظاهر بینیم دیگه. خودتون رو به عنوان یک آدم ظاهر بین قرار بدیم و هم ظاهر قضیه رو بررسی کنیم. مثالی که خودش آورده اینه. این چند خط کد همینجوری پشت سر هم و نمیگم غیر ممکنه، ولی سخته. خوندن این کد واقعا سخته و زمان بر. حالا شما فکر کن این کد میاد تبدیل میشه به این چقدر شکیل، چقدر زیبا، چقدر تمیز. این وریبلا بالا یه اینتر میخوره متد اول، یه اینتر میخوره متد دوم، حالا یه فانکشن دوم. چقدر قشنگ. و همین. تو بخش بعد میخوایم در مورد ورتیکال دنسیتی صحبت کنیم. ورتیکال دنسیتی چیه؟ ورتیکال دنسیتی میگه که آقا درسته شما قوانین رو رعایت کردی، بعد متد رو اینتر زدی، وریبل رو اول تعریف کردی، ولی این کامنت ها چی گذاشتی؟ بینی و بین الله این کامنت ها چی گذاشتی؟ این شلوغ میکنه کد منو دیگه. اینا رو پاک کن. پاک کن این دوتا رو بچسبون به هم. پاک کن دوتا رو بچسبون. این چقدر خاناتر شد. یا variable declarationت. شما وقتی با string m class name توی کل پروژت کار داری، باید به اول کلاس تعریف کنی. خب بخش تو کل کلاس نباید بیای اینجا. فکر کنم اینجا بود. نه با این نه. ام پراپرتیز رو باید اولش تعریف کنی، چون وقتی اینجا تعریف کنی یعنی تو کل کلاس باش کار داری. و با اد پراپرتی میای به ام پراپرتیز یه پراپرتی جدید اد میکنی. نباید به داخل متد. داخل متد فقط داخل متد بهش دسترسی داری. خلاصه قانونی که قانون میخواد اینو بگی که وریبلا باید اول کلاس اه، نوشته بشن. یه نکته دیگه ای هم که هست و خیلی خوبه که بهش اشاره کنم اینه که متد هایی که دارن تو یک کانسپت، تو یک موضوعی یک کاری رو انجام میدن، بهتره به شکل یک کلاس در بیان. تو مثالی که حالا اگه یادتون باشه مثال زدم تو بخش فانکشنا، گفتم که شما فکر کن یه متد داری date تو string یا برعکسش string تو date. خب یا date format، حالا هرچی. اینا همشون دارن تو ایته دیت کار میکنن. بهتره که یه کلاسی ایجاد بشه به اسم دیت یوتیلیتی و توی دیت یوتیلیتی قرار داده بشه. حالا تو دیت یوتیلیتی دیگه نباید بیاید کانورت مثلا نامبر تو استرینگ، استرینگ تو نامبر، یا یه م، یه یه فانکشن های اینجوری توی کدتون قرار بدین. وقتی اسمش رو گذاشتید دیت یوتیلیتی، باید تو اون حوزه باشه. حالا اینجا
ما 4 تا فانکشن داریم: assert true assert true assert false assert false. اینا هر 4 تاشون دارن روی یه کانسپتی دارن کار میکنن. خب میخوان یک چیزی رو true یا falseش رو حالا برگردونن یا همچین چیزی، ولی ورودی های متفاوت. اینا رو میای یک کلاس assert ایجاد میکنی، هر 4 تاشو میذاری اینجا و تو کل پروژه دیگه به assert دسترسی داری. assert داد assert true assert داد assert true. حالا این هم نکته بود که گفتم بگم چون خیلی مهمه. ما قبلا اینجوری داشتیم، مثلا من اوایل که برنامه‌نویسی شروع کرده بودم داشتم اینجوری کد زدم که کلی متد بی ربط به هم رو ریخته بودم توی کلاس به اسم یوتیلیتی. ورتیکال اوردرینگ، از بالا به پایین که کدو میخونی چه چیزایی رو باید اول ببینی، قسمت بعدی باید چی ببینی، قسمت بعدترش چی ببینی. هم توی قبلا اشاره کردم اول باید وریبل ها رو ببینی، بعد حالا کانستراکتور میاد، دوباره بعدش فانکشن ها میان. حالا فانکشن ها که میان، ما توی یک کلاس امکان داره 2 نوع فانکشن داشته باشیم دیگه. یه فانکشنی که نوشته میشه که فراخوانی بشه، یه فانکشنی که نوشته میشه که فراخوانی کنه. اونی که میخواد فراخوانی کنه باید قبلتر از اونی که فراخوانی میشه قرار بگیره. الان اینجا فانکشن فراخوانی شده توی assert false. خب قاعدتا assert false باید اول باشه، فانکشن دوم. اورزونتال فورمتینگ هم در مورد یه سری قواعده که کد رو خط به خط بررسی میکنه ببینه اون قواعد ظاهری رو رعایت کرده یا نه. حالا یکی از این قواعد ظاهری ایندنتیشنه. ایندنتیشن تو رفتگی ها رو منظورشه، تو رفتگی تو کد. ایندنتیشن ها شما فکر کن این کد رو بهت دادم گفتم بخون، ساعت ها زمان میبرد تا بفهمی این دقیقا چی کار میکنه. حالا ساعت ها هم ندیگه، ولی مدت زیادی طول میکشه، کم زمان بره. شما فکر کن حالا میای اینو تبدیل میکنی به این، چقدر خاناتر شد. اول وریبل به نوعی میشه گفت کانستراکتور، متد بعد و متد بعد. خانایی کد کمک میکنه. تو رفتگی ها، تو رفتگی تو رفتگی تو رفتگی همشون رعایت شد. حالا ما تو رفتگی ها رو رعایت کردیم، کجا باید خط رو بشکنیم، کجا باید بدونیم که خط باید اینجا شکسته شه. مثالی که دوباره توی کتاب زده شده، خط اول که یه ریجکسه و معقوله تا اینجا اومده. خط بعدی هم اوکی درسته، داریم ما تو میبینیم، حالا تو آیدی ایمون یا هر چیزی داریم میبینیمش، ولی تمیز نیست چون فانکشن اول اینکه باید یه اینتر زده شه که زده شده. دوما باید اونجایی که شروع متدمونه بشکنه، سوپر توی خط جدا قرار بگیره و اسم اینه چی بود؟ یادم نیست اسم اینه چی بود. پرام. بعد خط بعدی هم که دوباره یه دونه متد دیگه است، اونم مشابه بالا، باید از شروعش شکسته بشه و ریترن توی خط جدا قرار بگیره. حالا یه سری چیزا شما خودت داری رعایت میکنی بدون اینکه بدونی داری رعایت میکنی. مثلا من که حالا بیشتر با وی اس کد کار میکنم، تو وی اس کد یه دونه اکستنشن هست اسمش پرتیره فکر کنم، پرتیر میاد همین قسمت فرمتینگه که تو کلین کد داره در موردش صحبت میکنه، اون داره رعایت میکنه کد و تمیز قشنگ. وقتی میخواید ذخیره کنی تمام قوانینی که اینجا ما داریم باتون صحبت میکنیم روش اعمال میکنه. دیگه نیازی نیست شما مثلا درگیر این قضايا بشی، ولی بدونی بهتره. قطعا تو آیدی های دیگه هم هستش این قضیه. بخش بعدی میخواد در مورد تیم رولز صحبت کنه. تیم رولز چیه؟ شما به عنوان دیولپر جدید وارد تیمی میشی، کدا رو نگاه میکنی، میبینی که یه سری جاها از کلین کد پیروی نکرده، ولی یه الگوییه که تو کلاس های دیگه، تو متدهای دیگه رعایت شده. خب اینجا اینجوریه که تیما میان برای خودشون یه سری قوانین درون سازمانی یا حتی درون تیمی
حالا سازمان از سازمان هم خارج میشه، در اون تیمی برای خودشون تعریف میکنن که فقط برای خودشون قابل درکه، قابل فهمه و باید تو کل کدی که دارید میزنید رعایت کنید. اینجا بهتره که شما از تیم تبعیت کنید و دیگه با کلین کد و اینجور داستانا کاری نداشته باشید، چون کلین کد برای زمانیه که شما کدت رو میخوای بدی دیولپر بعدی، وقتی اونا میخوان قوانین خودشون رو رعایت کنن، خب شما هم باید طبق قوانین اونا برین جلو، هرچند کل قوانین کلین کد رو نقض کنن. آنکل بابز فورمتینگ رولز، حالا یه جایی یه بخشی هم حالا تو این کتاب قرار داده شده تو قسمت فورمتینگ که مربوط به آنکل بابه. میگه آنکل باب اینجوری دوست داره، شما هم اینجوری ببین دوست داری. بذار من بیارم اینو. کلاسش رو تعریف کرده بدون IMPL. ای گفتید چرا؟ اینو تو کامنت ها بهم بگید چرا اینجا IMPL استفاده نکرده در صورتی که ایمپلمنت شده از جاوا فایل آنالیسیس. اینجا IMPL استفاده نشده، چرا؟ بهم بگید. بکنم زود ازتون سوال بپرسم. آره جواب نمیدین؟ نه مطمئن نیستم جواب نمیدین. ولی خب حالا بعد وریبل ها قرار داده شده با یه اینتر متد بعدی، با یه اینتر متد بعدی، با یه اینتر متد بعدی. نکته ای که میخوام بهتون بگم فقط سر این ایف است، بقیه چیزا کار خاصی نداره. اینجا ایف چون تک خطی بوده دیگه اون چیزی که اسمش یادم رفته رو دیگه بازو بسته نکرده. چی بود اسم اون؟ آکولات. کام آکولاده. آکولات بازو بسته نکرده. السیف هم همینطور، وقتی یک خطه دیگه آکولات بازو بسته نکرده، هم خاناتره هم تمیزتره. بقیه قسمت هم همینجوری. تو بخش توی عکس بعدی هم همین، یعنی دقیقا نکته ای نیست، همون چیزایی که با هم گفتیم و اینجا رعایت کرد. دمتون گرم، مرسی که بودین و گوش کردیم. انشالله تا قسمت بعد. روز خوش.